پس از الله تبارک و تعالی استدعا داریم که قلب‌های ما را برای خودش تسلیم بکنه و قلباً و با کمال رضایت حکم الله را بپذیریم. چی نوع رضایتی؟ امور رقمی که خود الله میگه. الله تبارک و تعالی در قرآن میگه که فلا و ربک لا یؤمنون، به پروردگارتان قسم که شما مؤمن شده نمیتونی مؤمن باشی مگر اینکه چی بکنی؟ اول شرط اساسیش امیست، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. اول به حکم شریعت در همه موارد مراجعه بکنی، در هر موضوعی به حکم شریعت مراجعه بکنی، بپرسی که الله پیامبر چی گفت. شرط اول امیست. شرط اول ایمان اگر این نبوده باشه الله سوگند خورده که فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. شرط اول. دوم ثم لا یجد فی انفسهم حرجا مما قضیت، از قضاوت و فیصله پیامبر احساس حرج نکنی، احساس دلتنگی نکنی، چه رسه به اینکه احساس اکراه بکنی، دل تنگ نشه از قبولی حکم الله. و یسلموا تسلیما، و مطلقا تسلیم حکم الله باشه. مفهوم ایمان و اسلام به اینمی آیه قرآن کریم خلاصه میشه. الله با بسیار قاطعیت ذکر میکنه، با سوگند رو یاد میکنه و علما میگن الله متعال وقتی به گپ سوگند میخوره بسیار گپ مهم است و با چیزی که سوگند میخوره اونمو چیز دلالت به اهمیتش میکنه. بعد میخواد الله متعال به زمانه قسم خورده و العصر و الضحى و چیزهای دیگه، اما در اینجا به چی قسم میخوره؟ به ذات خودش قسم میخوره و هیچ چیزی بزرگتر از ذات الله نیست.